وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیمه دوم روز 18 ماه سال 2022 در یک اظهارات ویژه خبر داد که در ساعت‌های اول عملیات در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان یک افسر کمیته دولتی امنیت ملی و 8 نفر از آن طرف کشته شده، 13 خدمتچی حربی و 11 نفر از آن طرف زخمی شدند. وزارت کارهای داخلی گفت بیش از 70 نفر از ساکنان ناحیه روشن دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی گفت روز 18 ماه افراد سلاح به دست در ناحیه روشن به کاروان ماشین‌های افسران و عسکران واحده تعیینات مخصوص ضد تروریستی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان حمله نمودند. همین طور بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تقریبا 200 نفر مسلح در مرکز ناحیه روشن در 3 نقطه شورای دوشنبه خاروق و راه کمانداتور سرحدی را بستند. وزارت کارهای داخلی از دیگر گروه‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان دعوت کرده است که سلاح خود را بسپارند و تسلیم شوند وگرنه فردا دیر می شود. وزارت کارهای داخلی می گوید عین حال وضعیت در ناحیه آرام بوده، انفراستراکچور اجتماعی و نقلیات جمعیتی به کار مقرری و ساکنان ناحیه به فعالیت روزمره خود آغاز کردند. اما در اطلاع وزارت کارهای داخلی درباره سقوط یک چرخبال در ناحیه روشن چیزی گفته نشده است. یادآور می‌شویم صبح بروقت 18 ماه سال 2022 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز عملیات در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد.